نست کردن سطرهای خالی در اکسل. یکم راهش طرف راست رو زیر میکنیم با سطر خالی و اودلیت رو زیر میکنیم. راه دیگرش باشد سطرهای لازمه را انتخاب میکنیم. از قسم вкладки главная найти выделить رو زیر میکنیم و выделить группу ячеек. از اینجا باشد پوسته ячейки رو انتخاب میکنیم. اوکی رو زیر میکنیم. بعد در کلیویاتура کنترل مینус رو زیر میکنیم. از اینجا باشد строку انتخاب میکنیم و اوکی رو زیر میکنیم. удалить نشود همش. و دیگر راهش باشد انتخاب میکنیم تبلیت رو F5 رو زیر میکنیم выделить و باز همون تبلیت выделить группу ячеек پیدا شد. پوسته ячейки رو انتخاب میکنیم. اوکی رو زیر میکنیم و باز هم کنترل مینوس رو زیر میکنیم. строку اوکی. تمام.